اگر به یاد داشته باشید من در یکی از برنامه در مورد جنایات امام زمان صحبت کردم و اینکه یکی از اهداف امام زمان این است که قبله رو تغییر بده، کعبه رو تغییر بده، از مکه ببرند در کوفه. بعضی انتقاد کردن، ایمیل فرستادن که آقا شما این حرفا رو میزنید، اینا حالا غلطی کرده، یکی شیخ مفید است یا مضر است تو کتابش هر چی گفته شما زیاد سخت نگیرید و ما شیعیان به این اعتقاد نیستیم، علمای ما به این اعتقاد نیستن، ما به کعبه احترام داریم، به مکه احترام داریم. این روایت اینجا بود، کتاب الوافی از فیض کاشانی، این شناسنامه کتاب اینجا در صفحه 1447 در این روایت 14502 در اینجا میگه که ای اهل کوفه، الله شما رو دوست داره، شما رو فضل و کرم به شما داده، مصلاکم بیت آدم، مصلای شما، مسجد شما خونه آدم و خونه نوح و ادریس و مصلای ابراهیم خلیل و خضر هست و این مسجدکم هذا لاحد الاربع المساجد التي اختار الله تعالی لاهلها. میگه که این مسجد شما، مسجد کوفه، یعنی یکی از مساجدی است که الله متعالی اینو اختیار کرده و کنی بهی قد اوتی یوم القیامه فی ثوبین ابیضین یتشبه بالمحرم و یشفع لاهلی. این مسجد شما در روز قیامت مانند یک محرم احرام کرده میاد و برای کسی که در اونجا نماز خونده باشه شفاعت میکنه و روزها و شبها نمیگذره مگر اینکه ینسب الحجر الاسود فیه، حجر الاسود در اینجا نصب میشه و لیاتین علیه زمان یکون مصلی المهدی، اینجا هم دیگه میشه مکان مسجد مهدی وقتی که بیاد. و اگر که مردم بدونن که در اینجا چه فضل و ثوابی وجود داره و حاجتشون برآورده میشه، ولو 4 دست و پا بر روی برف هم حرکت میکنن میان به این مسجد. خب بعضی اینو انتقاد کردن که خب این مطلب رو شما بیان کردید، اینو احمقی گفته توی کتابی قبلا، علمای شیعه الان اعتقاد ندارن به این مسائل. ما کلیپی رو دوستان در بخش پژوهش پیگیری رصد کردن از یکی از شبکه‌های شیعه، با این کلیپ رو میبینیم. این صحنه کربلا و زیارت ابی عبدالله، این طواف دور ضریح امام حسین بوی از حج داره، یعنی مثلا حج مصغر، حالا سرم اگه پرده بردارم از این سر، یه وقتی میرسه که به دستور رسول الله، به دست حضرت مهدی سلام الله علیه، قبله رم آقا عوض میکنن و به سمت کربلا سوق میدن که آقا اصلا قبله کربلا، سمت امام حسین. پرده بردارم از این سرم اگه پرده بردارم از این سر، میگه پرده بردارم از یک سر. سر چی است؟ یه وقتی میرسه که به دستور رسول الله، به دست حضرت مهدی سلام الله علیه، قبله رم آقا عوض میکنن و به سمت کربلا سوق میدن که آقا اصلا قبله کربلا، سمت امام حسین. اینم بگید که این آخوند داعشی است، وهابی است، اومده اینجا داره نقش بازی میکنه. باور نکنید، این خدا نکنه که این شبکه امام حسین باشه، اینم یکی از آخوندهای شیعه باشه. جالب تر از این رو بهتون نشون بدم که آقای نوری مالکی، دوستان صداش یک کمی بیارن پایین، من ترجمه میکنم حرفای ایشون رو. باذن الله که کربلا پیشرفت بکنه، کربلا باید قبله عالم اسلام باشه، چرا که اونجا حسین است. حکومت محلی در کربلا خدمات رو بیشتر بکنن برای که مناسب با استقبال زوار امام حسین باشه در هر مناسبتی، فقط در مناسبت ها نه، در 10 محرم نه، در هر روز باید، چون قبله است، قبله 5 مرتبه به طرف قبله ما نماز میخوانیم. این قبله ای است که الله متعال وصیت کرده به ما که به طرف آن. بله، بذارید دوستان که نص عربیشو یک بار بدون ترجمه هم دوستان بشنون. ولكن باذن الله حينما تتطور كربلاء، لان كربلاء يجب ان تكون هي قبلة العالم الاسلامي، لان فيها الحسين،
وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة بل في كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها. این آقای نوری مالکی بود، نخست وزیر سابق عراق، که وصیت میکرد به استاندار کربلا که زودتر این را آماده بکنید برای اینکه قراره که این قبله باشه و این قبله ما هست. ما 5 دفعه روزانه به طرف قبله مردم نماز میخونن. یعنی همه این آمادگی ها هست برای اینکه قبله از مکه به کوفه تبدیل بشه. همون چیزی که فیض کاشانی در کتابش الوافی آورده که حجر الاسود رو هم از حرم میکنن و میبرن در کوفه نصب میکنن. این است مذهب اینا، این است مذهب رافضه‌گری. کسایی که فریب اینها رو خوردن بشناسن.